در دوره فورум صنعتی تحت عنوان قدم‌های استوار بهر رشد صنعت ملی که در دانشکده کوهی متالورژی تاجیکستان در شهر بهستان با شرکت نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی نوین جمهوری، مسئولین ولایت سوخت، عالمان و کارشناسان دایر شد. همزمان در صحن دانشکده رسته‌های نمایشی تشکیل گردید. در نمایشگاه نمونه‌های ذخیره‌های طبیعی، معدن کوهی، نفت و گاز، سنگ و مواد مصالح بناکاری مملکت، لوح و واسطه‌های کارکرد نهایی آنها، دستاوردهای پارک تکنولوژی دانشکده و نقشه‌ها در مورد تأسیس کارخانه‌های نو با وارد تکنولوژی پیشرفته، استفاده اقتدارهای موجوده، عملی نمودن نقشه‌های نو، رشد صاحبکاری استحصالی با جلب سرمایه داخلی و خارجی به هیئت شرکت کنندگان معرفی کرده شد. آن هدف‌های اساسی که ما باید عاید تکمیل دادن اختصاصی کادرهای بلندپایه ساحه صنعت، اقتصادیات صنعتی و متالورژی رنگه و متالورژی سیاه را به اینابت گرفته در تیار نمودن کادرهای بالاذکر سهمی باسزای خود را گذاریم. همزمان در مجلسگاه دانشکده کوهی متالورژی تاجیکستان در شهر بهستان با اشتراک نمایندگان از کشورهای فدراسیون روسیه، جمهوری خلقی خیتای، ژاپن، نروژ و مسئولین و نمایندگان ساحه صنعت جمهوری تاجیکستان کنفرانس دایر شد که آن در شکل آزاد و طریق آنلاین مبادله افکار صورت گرفت. مسائل زیادی هستند که باید با تکیه از تجربه انامین دولت‌ها یا که نماینده‌هایی که ما اینجا شمار دادیم باید بررسی کنیم تا چی درجه کمبودی‌هایی هستند که این کشورها در سمت صنعتی کنونی طی کردند و ما آنها را از آنها به حسابی که تیار قبول کنیم یا که عوض کنیم یا که تطبیق کنیم. در فورум در برابر پیشنهاد و ملاحظه رانی‌ها دایر به استفاده امکانات‌ها در ساحه صنعت وابسته به آماده کردن متخصصان، تکمیل تجربه، به اینابت گرفتن و در عمل جاری کردن نقشه‌های سازنده آنها توجه ظاهر گردیده، تاکید یافت که امروز در بیشتر کارخانه‌های صنعتی حدود جمهوری تاجیکستان متخصصان ساحه صنعت از حساب خط کننده‌های دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت کار و فعالیت می‌کنند و از این رو وسیع برای ماندن فعالیت پارک‌های تکنولوژی نزد هر دانشگاه، تکمیل تجربه نمودن خط کرده‌ها در خارج مملکت، هماهنگی جهت تطبیق تجربه ها برای رشد و پیشرفت ساحه صنعت مهم باشد. در فورум عالمان و کارشناسان، راهبران کارخانه‌های صنعتی، نمایندگان کشورهای شریک همکار دایر به همه مسائل رشد ساحه صنعت معروضه‌ها، خلاصه‌های تحقیقات علمی و تکلیف و پیشنهاد سودمند را ارسال داشتند که مقصد از آن نائل شدن قدم‌های استوار در رشد صنعت ملی باشد.